بنیاد بزرگمهر یک سازمان حامی حقوق انسان و انجمن مهاجران آسیای مرکزی، یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان، در یک نامه سرگشاده به سازمان‌های بین المللی از جمله به شورای حقوق انسان سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیته بین المللی صلیب سرخ و سفارت‌های کشورهای خارجی در تاجیکستان درباره از سوی دادگاه‌های تاجیکستان محکوم به زندان شدن بیش از 20 تن از خویشاوندان فعالان مخالف تاجیک خبر داده، حکومت تاجیکستان را عیبدار کردند که با استفاده از شیوه‌های جزاهای دست جمعانه عهده‌داری‌های بین المللی خود را در مورد رعایت حقوق انسان زیر پا می‌کنند. سازمان‌های مؤلف نامه کرد و بیرون از تاجیکستان در اروپا فعالیت دارند نوشتند وابسته از آن که حکومت و مقامات قدرتی تاجیکستان را همه وقته شدیداً از طرف مخالفین و سازمان‌های بین المللی حفظ حقوق برای پایمال نمودن حقوق انسان تنقید کرده می‌شوند. نقض حقوق و آزادی‌های اساسی انسان در تاجیکستان نه تنها دوام دارد بلکه رشد و تقویت می‌یابد و اینچنین یک عمل عادی و معمولی شده است. مؤلفان تاکید کردند که جوابگری انفرادی یکی از اصل‌های اساسی قانونگذاری جنایتی حساب شده. این نقطه در چندین پیمان بین المللی و همچنین در ماده 7 کودکس جنایتی تاجیکستان ذکر شده است که هیچ کس تحت جوابگری جنایتی قرار گرفتن نمی‌تواند بجز از برای کردار شخصی خود. اما تاکید شده است در نامه حکومت تاجیکستان برای مبارزه به مقابل مخالفین سیاسیش از وسیله‌های گوناگون جزای دست جمعی مثل از کار راندن، منع کردن همه گونه معاملات مالیوی، نبرآمدن از منطقه زیست، منع معاشرت با نزدیکان و روزنامه‌نگاران و بالاتر از این تا حبس نزدیکان مخالفین با پرونده‌های بافته به صورت فراوان استفاده می‌برند. گفته می‌شود در نامه بنیاد بزرگمهر و انجمن مهاجران آسیای مرکزی از جمله قضیه اخیر اصل‌الدین شریپوف برادر شفقت محمد سردبیر کانال اپوزیسیونی پیام تیوی را ذکر کردند که از روسیه به تاجیکستان استرداد گردیده به 12 سال زندان محکوم شد. همین طور عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از رهبران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شمس‌الدین سعیدوف ذکر شده است که سال 2023 از آلمان به تاجیکستان اخراج گردیده به 7 سال زندان محکوم شد. مؤلفان افزودند که مقامات به دنبال سعیدعمر سعیدوف خواهرزاده شمس‌الدین سعیدوف را برای یک شرح در فیسبوک درباره عبدالله شمس‌الدین بر اساس ماده 307 به 5 سال زندان محکوم کرد. قضیه دیگر ذکر شده شایده محمدجانوف مادر بلاگر شیرزاد محمدجانوف متخلص به عبدالرحمن 09 است که سال 2022 به 6 سال زندان محکوم شد. همین طور مؤلفان به 18 سال محکوم شدن مسلم شیرزمانوف برادر سیاستمدار مخالف علیم شیرزمانوف، زندانی شدن خرسند محمدشایف برادر الفت خانم محمدشایف و چند تن از خویشاوندان گنرال زندانی خولباشوف با جرم دریافت پول از خارجه زندانی شدند. 5 تن از خویشاوندان رهبر فقیه اتحاد مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری در غیبش محکوم به زندان شدن اوچخان و منیره یعقوبووا مادر و خواهر رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی الهامجان یعقوبوف و سال 2016 به طور مرموز در سن 43 در نزد گاراژها در محله 18 شهر خوجند یافتن جسد برادر او یعقوبوف فاروق را یادآور شدند. محکوم به زندان شدن مبارز و دلمراد شیرالیف و برادر و پسرعمک فعال مخالفین عبدالمنان شیرالیف در محبس به طور مرموز ففتیدن کمالوف رجبالی و برادر جنت الله کمالوف یکی از رهبران حزب نهضت با جرم لایک و شرح با ماده 307 به 10 سال زندان محکوم شدن بیکمراد خالوف از خویشاوندان فعال سیاسی محمد رجب شوامی از دیگر موردهایی است که بنیاد بزرگمهر و انجمن مهاجران در نامه‌شان به سازمان‌های بین المللی ذکر کردند. آنها از این سازمان‌ها خواستند تا حکومت تاجیکستان را به اجرای بیشون و چرای عهده‌داری‌های بین المللیش و آزاد کردن همه آنهایی که ناعادلانه زندانی شدند وادار کرده به زودترین فرصت از زندان‌های تاجیکستان عیادت کنند و با وضع محبوسان از نزدیک آشنا شوند.